دنباش حسکرین سینمایی کست وی فیلمک دراماتیک کو د سال 2000 دا آلیه در هنر رابرت زمیکس هاتیه چیکرن. لیستکوان سرکه توم هنگس ریوه فدکسی به ناوی بی چک نولان تلیزد. It is a clock, which I started at absolute zero and is now at 87 hours, 22 minutes and 17 seconds. پشتی کتنا بالا فرک فدکسی نولان تگراوه که دا بتنه سری خود مینیدن. مجارا فیلم سر جیانا نولاندیا دگراوی دا رو است. نولاند دگراوی دا جاکوبشیتن زندی بمینیتن جیانک نو آوادگتن پرانیا بشین فیلمی جیانا نولاندیا گراوی دا باید بجریتن و دتا پیشجا. جیانا نولاندیا گراوی دا دست نشان دکتن که اف چاوا جبو که بجیتن شرد دتن. د سالن پایه گراوی دا نولاند وارد تنیبونه دا پیش و دچتن فرد بیتن که او به تن سر خود دکارید چی بکتن جا که ساغ بمینیدن. نولاند جبو جیانه که نو خواه گلک پیشود بتن. د فیلمی دا لسر زحمتی ان کمرو د دما تکوشینا خیا جیان دا روبرو تنه دمینیتن پیامین کوره. کست وی به پرفورمانس توم هنگس و در هنری از زمیکس و سرکتنک نازن دست خود خیدن و دو فستیوال نالدار دا گلک خلاتان ورگرید. بله سپاس بو گهدار کرنا و دنباش حس کرین سینما.